بعد از ماه‌ها تحقیق آموزش دیدن تماشای تعداد بیشماری از ویدیوها 5 تا روش پیدا کردم که به راحتی بتونی زاویه فک با این حد از جذابیت و مردانگی بسازی. در ادامه 5 تا روش رو بهت کامل و ساده آموزش میدم، اما 99% اسطوره‌ها بعد از یادگیری این 5 تا روش اشتباه انجامشون میدن و این بلا سرشون میاد. ولی در ادامه نکته‌هایی بهت آموزش میدم که روش درستشون رو یاد بگیری و راحت و سریع به همچین نتیجه‌هایی برسی. و در ادامه روش ششم رو بهت میگم که 5 روش قبلی بدون این روش کارساز نیستن. تا حالا برات سوال شده این ترند چی و چرا این کار انجام میدن و میان جلوی دوربین دستش رو میذارن رو دهنش رو میگن بای بای؟ نه، اشتباه نکن، خدافظی نمیکنه، فقط داره روش اول اون انجام میده. این روش بین 6 تا راه حلی که بهت میگم ساده ترینشونه اما کاربردیه و اگر درست انجام بشه بیشترین تاثیر رو داره. این روش میینگ هستش که خیلی راحت میتونی انجامش بدی، فقط کافیه زبونتو به صف دهنت بچسبونی، بیشتر مواقع همونجا نگهش داری. اما نه همینجوری، کلی نکته است که باید رعایت کنی مگر اینکه قبقب و فک کچ خیلی دوست داشته باشی. پس با دقت گوش کن. اولا روش درست انجام دادنش به این روشه: وقتی که داری میخندی آب دهنتو گورت بده و سعی کن کل زبونت به صف دهنت بچسبونی، دقیقاً همینجوری که تو تصویر دیدی. اولین و مهمترین نکتهش هم اینه که دندونات باید مثل همیشه روی هم باشه و نه فشارش بدی، نه از هم جداشون کنی، نه هیچ کار دیگه‌ای، فقط بذارشون روی هم. البته که هیچ وقت با زبانت به پشت دندونات فشار نیار وگرنه همچین بلایی سر دندونات میاد. نکته دوم خیلی مهمه، با دقت گوش کن. باید همیشه فقط از دماغ نفس بکشی و تا آخر این ویدیو همراه هم باشی تا روش ششم رو بدونی وگرنه این روش اصلا جواب نمیده. بریم سراغ روش دوم. در حال حاضر بیشتر پسرا برای گذراندن روزشون به سمت بازی کامپیوتری میرن. اینستاگرام وا میکنن و ساعت‌ها توش گیر میکنن. برای اینکه گرسنگیشون رو رفع کنن به جای غذای سالم فست فود و غذای ناسالم انتخاب میکنن و میخورن و در طول روز هیچ تحرکی ندارن و ورزش نمیکنن. قسمت جالبش اینجاست که به همینجا ختم نمیشه و 10 ها حواس پرتی دیگه هست که همینجوری به انجام دادن کارهای بیهوده ادامه بدن و فکر میکنی در مقابلش چه چیزا با ارزش رو از دست میدن. شاید بگه هیچی، اما باید بهت بگم که اشتباه فکر میکنی. برای انجام دادن این کارها پسرها هورمونی رو از دست میدن که ریشه زندگیشون رو میسازه و اون هورمون به سادگی به دست نمیاد. تستوسترون پسرها یکی از مهمترین هورمون هاست که اگر بالا ببری برای ساخت زاویه فک میتونه تاثیر چشمگیری داشته باشه. دقیقاً همینجوری که دیدی روی صورت پسرها چه تأثیری میذاره. تستوسترون خودش یه بحث مفصلیه که داخل یه ویدیو جداگانه راجعش صحبت میکنه. پس سابسکرایب کن که از دستش ندی و بتونی همچین زاویه فکی رو برای خودت بسازی. روش سوم مشکل 99% دونه که تا حالا نمیدونستین چطوری رفعش کنید. دیدی صبح که پا میشی چقدر صورتت پف کرده، چشمات گلمبه شده و زاویه فکت خیلی کمتر معلومه؟ این یه واکنش طبیعیه که بدن موقع خواب از خودش نشون میده و میشه صبح با انجام دادن ماساژهای مخصوصش روی صورت رفعش کرد که خیلی ساده و توی 10 دقیقه میتونی انجامشون بدی. برای یادگیری این ماساژ فقط کافیه اپ جالاین رو از گوگل پلی دانلود کنی و ماساژهایی رو که داره هر روز صبح انجام بدی تا پف صورتت بخوابه و زاویه فکت بیشتر دیده بشه. و نگران نباش، اسپانسر نیستن، تبلیغشون نمیکنم. واقعا جواب میتونی بعد انجام این روش صورتت رو داخل آب یخ ببری تا بیشتر پفش بخوابه و صورتت از این حالت پفدار به یک حالت استخونی و زاویه دار تبدیل بشه. روش چهارم آدامس شویدنه، اما نه هر آدامسی. باید از آدامس سفتی مثل آدامس صدقز یا آدامس طبیعی یا هر چیزی که اسمشو میذاری. فقط نباید شکر داشته باشه، طبیعی باشه و سفت باشه تا عضله‌های فک یعنی عضله‌هایی که باهاشون میجویی تقویت بشن. دقیقاً همین عضله‌هایی که میبینی. اول برای جویدن این نوع از آدامس‌ها اینه که روزانه فقط میتونی 3 ساعت از این آدامس‌ها استفاده کنی اگر فکت مشکلی نداشته باشه و به فکت آسیبی نرسه. اگر میخوای یه تست ساده انجام بدی تا ببینی فکت مشکلی داری یا نه، دستتو بذار روی گوشت و دهنتو باز کن. اگر کامل باز شد و صدایی مثل صدای تاک نداد، میتونستی به راحتی 3 انگشت داخل دهنت بذاری آزادی که روزانه 3 ساعت آدامس بجویی. در غیر این صورت اصلا این روش رو انجام نده وگرنه عواقبش با خودت. نکته دومم اینه که همیشه باید حواست باشه که با 2 طرف فکت بجویی تا فکت کج تقارن صورتت به هم نریزه و این شکلی نشی. روش پنجم استفاده از دستگاه زاویه فک که انگار یه نسخه ضعیف شده از روش قبلیه. این روش رو شخصا استفاده نمی‌کنم و پیشنهادش هم نمی‌کنم. همون آدامس جویدن خیلی بهتر و قوی‌تر از لای فک رو تقویت میکنه. از بریم برای روش بعدی.
بالاخره رسیدیم به روشی که 5 روش قبلی بدون انجام دادن این روش بیهودن و فقط وقت تلف کردن حساب میشن. تصور کن کسی که قبقب داره، اضافه وزن داره و صورت توپلی داره چطوری میتونه روش قبلی رو انجام بده و زاویه فک در بیاره، در حالی که به خاطر چربی هیچی معلوم نمیشه. پس در قدم اول در حالی که داری 5 روش قبلی رو انجام میدی باید سطح چربی بدنتو پایین بیاری یا همون کاهش وزن داشته باشی تا چربی توی صورتت کاهش پیدا کنه. اگر اضافه وزن داری و چاقی باید وزنتو کم کنی. اگرم که اضافه وزن نداری و بدن ورزیده و ورزشکاری داری خوشحاله دیگه روش ندونسته انجام بدی. تا دفعه بعدی که میبینمت محبت کن و ویدیومو لایک کن و حتما سابسکرایبم کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خوشحال میشم نظر صادقانه و قلبیتم راجع به این ویدیو برام تو کامنت ها بنویسی تا انرژی بگیرم و ویدیو بعدی رو سریعتر آپلود کنم.